سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان محترم. امید که همگیتان جور و صحتمند بوده باشید. دوستان محترم، امروز آمدیم درباره این صحبت میکنیم که چگونه میتوانیم آیکن اصلی دیسپیسی را در روی کامپیوتر خود نمایش بدیم و او را در روی کامپیوتر خود استفاده بکنیم. دوستان محترم، اضافه مردمی را قسم استفاده میکنن که یک وقت متوجه میشن در کامپیوتر خود که آیکن اصلی وجود نداره، از اینجا میگیرن به این شکل میبره. در اینجا میبینین دوستان عزیز که به شکل شارتکت اینجا آمد. ما میخوایم امروز آموزش بدیم که به شکل شارتکت نبیه، به شکل اصلی خود در اینجا چی شود نمایش داده شود. دوستان به خاطر این کار ما چیکار میکنیم؟ اول رایت کلیک میکنیم و در قسمت پرسونالایز میریم. وقتی داخل تنظیمات شدیم در پرسونالایز باز در تیمز میریم. در تیمز که رفتیم اینجا دسکتاپ آیکن سیتینگ داره. در اینجا در این قسمت میبینیم دوستان که اینجا کامپیوتر است، یوزر فایل، نتورک، ریسایکل بین، کنترل پنل. هر کدام از اینا که ما خواسته باشیم میتونیم از اینجا تیک بزنیم. مثلا ما میخوایم کامپیوتر و ریسایکل بین و کنترل پنل در روی صفحه خود اضافه بکنم، آیکن های اصلیشه. دوستان حالا میبینیم میره اپلای، گزینه اپلای میزنیم و اوکی میکنیم. میبینیم دوستا که اینجا به شکل اصلی که ما خواستیم اینجا دیسپیسی اینجا به شکل اصلی خود آمد. البته این شارکتی است که قبلا ایرام ساخته بودم. دوستان محترم، اگر از ویدیو خوشتان آمد لطفا لایک و سابسکرایب بکنید تا از ما